یا گایز چطور رفاقا بودن جزا خوش اومدیم این ویدیو. داخل این ویدیو قراره بریم یکی از نوشیدنی خیلی معروف ورزشی که توسط دو تا یوتیوبر که اگه درست بگم لوگن پال و کس آی درست شده رو بریم با هم دیگه تست کنیم. و حالا نمیدونم ویدیو قبلی آیا ولاگ دبی بود یا اولین ویدیو ولاگ دبی بود یا این اولین ویدیو یا ویدیو شکلات مسیبیس هم نمیدونم، ولی اینکه خب من میگم دوره اینا مثلا شکلات مسیبیس از دبی گرفتم و ولاگ دبی هم میاد. حالا تامنیلش اینجا اگه زودتر از این ویدیو بیاد و اینکه بریم تستشون کنیم. و توی این تمهایی که من گرفتم یه تم هست که خیلی معروفه و اگه درست بگم یا برای مسابقاتیه که بهتون نمیگم یا برای یکی از اون مسابقاته. حالا میبینیم در ادامه ویدیو و سورپرایزی که در آخر از همه تست میشه. و بریم لیتس میرسیم به اولین که اینه، همه بلو رزبریه که آبیه و به این شکلی که دارید میبینید. امیدوارم خوشمزه باشه و حالا در آخر هم اینا رو بهشون نمره میدیم و از اول تا آخر بهتون میگم کدوم خوشمزه تر بود، یعنی بازش میکنیم. و اینکه اینا نوشیدنی انرژیزا نیست. چرا؟ پرایم انرژیزا داره که این به این شکل قوطی پلاستیکیه و انرژیزاش قوطی های اگه درست بگم حلبی میگن، چی میگن که عکسش اینجا میاد انرژیزاش. آره این نوشیدن ورزشیه که هایدریشن درینکه بدون قند بدون گاز و داره ویتامین که ویتامینش کجا نوشته بود اینه B6 B12. آره این ویتامین B6 B12 داره، شاید اینجا هم بود نوشته باشه که آره E B6 B12 پتاسیم. من آره دیگه بگم 1 2 3 4 5 تا ویتامین داره. بریم تستش کنیم. بوش که واقعا بوی خیلی خوبیه و حالا بریم مزهش ببینیم. مزهش هم واقعا خوشمزه، خیلی خوشمزه. مزه شربت تورم داره و واقعا خوشمزه بود. اگه قرار بشه از 1 تا 10 نمره بدم، من نمره 8.5 رو بهش میدم و تا الان جایگاه اول رو داره که من میذارم اینجا. حالا بعد دوباره بهتون نشون میدم. میرسیم به طعم دوممون. طعم دوممون لیمن لایمه که به این شکل سبزه، حالا که سبزه و اینم همون ویتامین رو اضافه کنم. همشون ویتامیناشون یکیه. آره همشون ویتامیناشون یکیه. و اینکه ببینیم چه مزه‌ای. آیا میتونه جانو بگیره اول بشه یا نه؟ باز شد. خب اوکی، امیدوارم که بوش که بوی قشنگ آب لیمو میده و حالا ببینیم مزه‌ش جای مزه‌ش هم این آب لیموه یا نه. مزه‌ش هم عین همون آب لیموه، فقط فرقی که داره اینه که آب لیمو یکم ترشه، این زیاد ترش نیست، خیلی ترشیش کمه. و اینکه به این ما به اون 8.5 دادیم. حالا نمره این گوشه میادش. به این 8 رو من میدم و دوم میشه تا الان در بین پرایم ها. میرسیم به طعم سوممون که طعم تراپیکال پانچه. حالا معنیش فکرم شد میوه استوای میوه قرمز، نمیدونم معنیش اینجا براتون میذارم، یادم نمیاد. که میرسیم به این فکرم ویتامینش فرق نه اینم بود، این همونه که قرمزه و واقعا نمیتونم اینقدر پرایم خوشگلن. حالا ببین این آیا چه نمره ای رو میگیره. من این یه دونه دیگه هم ازش دارم اینجا، نمیدونم شما میبینین یا نه. اون توپه رو میبینین کنار، نه این آره کنارش. خب ببینیم این چه مزه‌ایه. بوی شربت میده.
خیلی مزه شربت میده. شربتش دقیقا یادم نمیاد مزه چه شربتی میده، ولی خیلی مزه شربت خیلی آشنایی رو میده. دقیقا نمیدونم. ما به این نمره 7 رو میدیم و میاد در جایگاه سوم قرار میگیره و میرسیم به طعم چهارم که طعم لیموناده. بستش هم که زرده و بله اینم باز دور طبق معمول اما اقسام ویتامینا رو داره. اینه همونو هم با اقسام که نه همون ویتامینا که گفتم و اینکه زرده و ببینیم چه مزه. آیا میتونه جای یکی از اونا رو بگیره یا نمیاد عقب‌تر و جایگاه 4 رو میگیره. واقعا خوبه ولی آره اوکیه. اینم یه جایی میشه گفت میتونه همون نمره 8 رو بگیره و بیاد در کنار اون لیمون لایم قرار بگیره. حالا ما اینجا 2 تا الان جایگاه دومی داریم. میرسیم به طعم بعدی. این طعم یه طعمیه که حالا لازم من چیکار آره چاپ پرایمش عین اینا نیست. اینا خب یه سری طعمای مختلفن که این شکلی هست، سه‌بعدی نیستن، اما این چاپش سه‌بعدیه. پرایم نوشته پرایمش که طعمی نیست جز طعم اینجا معلومه طعم آیس پاپ که اگه درست بگم باید بستنی یخی باشه که حالا باز معنیشو اینجا براتون میذارم ببینید شما شکلشو. آره این مشکلی که میبینید به خاطر اینه که طرز سه‌بعدی داره. اینکه خیلی قشنگه. ببین این چه جایگاهی رو میگیره. بازش خیلی قشنگ بوش اومد. دوباره یه بوی این اون قرمزه رو میده. نه خوشمزه، واقعا خوشمزه است. این چون یکم بوی شربت و مزه شربت رو داره و اینو بهش نمره بدیم. اینم 7.5-8 میتونه باشه. بلو رزبری که تا الان اگه درست بگم 8.5 بود. لیمون لایم و لیموناد هم 8 بودن. تراپیکال پانچ 7 بود. اینو 7.5 میدیم. تراپیکال پانچ یه رده میاد عقب‌تر. و میرسیم به سورپرایز این ویدیو. سورپرایز این ویدیو چیزی نیست جز یه طعم خیلی خفن است برایم که تا الان من توی دبی 3-4 تا جا پرایم رو دیدم و فقط از بین این 3-4 تا جا یه جا این پرایم رو داشت که پرایم های دیگه هم داشت. پرایم تیم آرسنال و WWE و پرایم اسمش یادم نمیاد. آره اسمش یادم نمیاد و اینم داشت که من اینو گرفتم و این خیلی احتمالاً باید خفن باشه و واقعا خوشگله. اینم این نوشته پرایمش خیلی خفنه. من که اصلا منو دارم کنار پرایم دیگه گذاشتم، شکلش اصلا بسته‌بندیش خیلی فرق میکنه و چیزی نیست جز یکی از معروفترین مسابقات جهانم هست. همش چیزی نیست جز طعم UFC. پرایم طعم UFC رو ما اینجا داریم که به این شکل طلایی نوشته و خیلی باید خفن باشه. اگه درست بگم برای یه مسابقه UFC یا کلا برای UFC ساخته شده. و این هم دوباره ویتامیناش کجا نمیشه. ویتامین دی داره، کلسیوم داره، فیبر. اینم خیلی چی داره، ویتامین داره دیگه. خیلی بعد یک ساعت بخورم و ببینیم این چه نمره میده. امیدوارم اول بشه، حالا باز ببینیم دیگه. یا خدا بوش واقعا خفنه، جدی میگم بوی واقعا خفنی داره. میرسیم به تست طعمش.
طعمش هم واقعا خوبه، جدی دارم میگم. یعنی اینم میتونه که چه صدا میره، نه جدی میگم واقعا من فوکس نمیکنه اینجا. این بسته شد، خیلی خفنه. و اینم به 6.5 بدیم یا 9 بدیم؟ 9. خب من الان اینا رو یه دور مرتب میکنم و بهتون یه دور دیگه میگم که کدوم پرایم چه نمره. پرایم اول پرایم UFC با نمره 9، پرایم دوم پرایم بول رزبری با نمره 8.5، بعد لمن لایم و لیموناد با نمره 8، آیس پاپ با نمره 7.5 و تراپیکال پانچ با نمره 7. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب و فالو میتون نره و تا یه ویدیو دیگه گودبای.